سناریوی شب‌های مافیا. تعداد نفرات 10 الی 15 نفر. نکته خاص: پدرخوانده جلیقه یا شیلد ندارد. جوکر مافیا فقط 2 بار میتواند از تواناییش استفاده کند. حرفه‌ای جلیقه ندارد. شب‌های مافیا فیلمو یک مجموعه برنامه رئالیتی شوی ایرانی است که در سال 1399 به کارگردانی سعید ابوطالب و گردانندگی محمد رضا علیمردانی ساخته شده است. برای آشنایی بیشتر با این سناریو، بهتر است ابتدا با روند بازی و سپس با نقش‌ها آشنا شوید. در بازی مافیا، پایان هر روز رأی‌گیری برای دفاعیه یک بازیکن انجام می شود. اگر تعداد رأی دهندگان به نصف تعداد بازیکنان به علاوه یک نفر برسد، آن شخص به دفاعیه خواهد رفت. اگر بیش از یک نفر به دفاعیه بروند، رأی‌گیری دوم یا رأی خروج بازیکن در خواب نیمروزی انجام می شود. شهردار نیز در این حالت بعد از رأی‌گیری دوم بیدار می شود. اما اگر تنها یک نفر به دفاعیه برود، رأی‌گیری دوم در روز و به صورت آشکار انجام می شود. در این حالت شهردار بیدار نمی شود. قوانین رأی‌گیری دوم. در رأی‌گیری دوم، هر بازیکن تنها به یک نفر می تواند رأی بدهد. بازیکنانی که در دفاع هستند حق رأی ندارند. در صورتی که بیش از یک نفر در دفاع باشد، کسی که بیشترین رأی را آورده باشد از بازی خارج می شود. اگر تعداد آرای 2 نفر در رأی‌گیری برابر باشد، از قرعه شانس یا قرعه مرگ استفاده می شود. بازیکن حذف شده می تواند از بین 6 کارت حرکت آخر با انتخاب تصادفی وضعیتی برای خودش یا بازی تعیین کند. بازیکن خارج شده در روز می تواند بدون اشاره مستقیم به نقشی وصیت کند و کلام آخر را بگوید. معرفی تیم مافیا. دکتر لکتر. او دکتر تیم مافیا است که در سناریوی شب مافیا به نام جراح شناخته می شود. او هر شب می تواند یکی از اعضای مافیا را از شلیک شب حرفه‌ای نجات دهد. دکتر لکتر خودش را فقط یک بار می تواند نجات دهد. پدرخوانده یا رئیس مافیا. پدرخوانده یکی از نقش‌های مافیا است. او می تواند شلیک شب مافیا را تعیین کند و اگر از بازی خارج شود، دیگر اعضای مافیا به جای او شلیک می کنند. استعلام پدرخوانده برای کاراگاه همیشه منفی است. مافیای ساده. این عضو گروه مافیا توانایی خاصی ندارد و فقط در شب با یاران خود مشورت می کند و در روز سعی می کند زنها را از روی خود بردارد. جوکر مافیا. در سناریوی شب‌های مافیا، جوکر 2 بار فرصت دارد که یکی از مافیاها و یکی از شهروندان را به گرداننده اعلام کند و استعلام آنها همان شب برای کاراگاه برعکس خواهد شد. واضح است که 2 شب پیاپی نمی‌توانند یک نفر را انتخاب کنند. نقش‌های گروه شهروندان. حرفه‌ای. او هر شب می‌تواند به کسی که ظن مافیا به او دارد شلیک کند. اگر به مافیا شلیک کند و دکتر لکتر و یا حتی دکتر شهروندان او را نجات نداده باشد، مافیا از بازی خارج می شود و اگر اشتباهاً به شهروند شلیک کند، خودش از بازی خارج می شود. کاراگاه. هر شب می تواند استعلام یک نفر از بازیکنان را از گرداننده بگیرد. استعلام جوکر، دکتر لکتر و مافیای ساده برای او مثبت در می آید و گرداننده به او لایک نشان خواهد داد. ولی استعلام پدرخوانده یا رئیس مافیا و همچنین شهروندان برای او منفی در می آید و گرداننده به او دیسلایک نشان خواهد داد. دقت کنید که استعلام شخصی که قبلا انتخاب جوکر بوده است برای او معکوس خواهد بود. دکتر. او می تواند هر شب یکی از اعضای بازی را از شلیک مافیا نجات دهد. وی خودش را فقط یک بار می تواند نجات دهد. جان سخت. او در بازی یک جلیقه دارد و با شلیک اول مافیا فقط جلیقه خود را از دست می دهد، ولی از بازی خارج نمی شود. اما با شلیک دوم خارج می شود.
همچنین 2 بار میتواند استعلام افرادی که از بازی خارج شده‌اند را از گرداننده بگیرد که در این صورت صبح فردای آن شب گرداننده ساید نقش‌های بیرون از بازی را به طور کلی به همه اعلام خواهد کرد. شهردار: اگر در دفاعی 2 نفر قرار گرفته بودند، گرداننده در نیم روز شهردار را بیدار کرده و اگر خودش در دفاع نبود میتواند 3 کار را انجام دهد. 1. رأیگیری را ملغا کند. 2. رأی خروج مستقیم به یکی از افراد در دفاع دهد، حتی اگر آن شخص کمترین رأی را آورده باشد. 3. هیچ دخالتی نکند. در این صورت طبق روال شخصی که بیشترین رأی را دارد از بازی خارج می شود. فروشنده: این نقش هم در فینال قسمت 3 شب‌های مافیا به سناریو اضافه شد. فروشنده در ساید شهروند است و می تواند فقط 1 بار در طول بازی توانایی 1 نفر را تا انتهای بازی از او بگیرد، حتی اگر به اشتباه توانایی 1 شهروند را از او بگیرد. روانپزشک: او در طول بازی 2 بار می تواند برای یکی از اعضای بازی سکوت یا طول درمان تجویز کند. فرد انتخاب شده در روز بعد قادر به هیچ گونه صحبتی نخواهد بود، حتی در دفاعیه، و برخی از کارت‌های حرکت آخر مثل دروغ 13 و ذهن زیبا برای او کاربردی ندارد. دروغ 13: 1 دروغ درباره خودش میگوید و گرداننده بازی آن را تایید می‌کند. مسیر سبز: بازیکنی که کارت مسیر سبز بگیرد به هیچ عنوان فردا در دفاعیه نمی رود. فرش قرمز: بازیکنی که کارت فرش قرمز بگیرد روز بعد مستقیم به دفاعیه می رود. بیخوابی: فاز شب حذف می شود و بازیکنها مستقیم به روز بعد می روند. شلیک نهایی: در ابتدای شب به جای مافیا بازیکن اخراجی شلیک می کند. ذهن زیبا: اگر بازیکن اخراجی نقش کسی را دقیق حدس بزند در بازی میماند. نکات گردانندگی سناریوی شب‌های مافیا: دقت داشته باشید که بازیکنانی که در دفاع هستند حق رأی دادن ندارند. حواستان باشد در هنگام دفاع بازیکن‌های دیگر نمی‌توانند هیچ واکنشی به صحبت‌های بازیکن در حال دفاع انجام دهند. دقت کنید که استعلام پدرخوانده برای کاراگاه منفی است. در این سناریو رأیگیری بیش از 2 نفر در نیم روز انجام می شود و بازیکنها باید با چشمهای بسته رأی دهند. جوکر استعلام بعضی از بازیکنها را برعکس می کند. بنابراین شبها موقع استعلام کاراگاه به این موضوع دقت داشته باشید. توجه داشته باشید که جان سخت جلیقه دارد و با 1 بار شات از بازی خارج نمی شود.